سلام، مرتضی کوهستانی هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. لطفا همین اول کار کانال من سابسکرایب کنید تا بتونید راحت‌تر ویدیوهای منو پیدا کنید. مسلماً واسه همتون پیش اومده که میخواید با برنامه انیدسک به سیستمی ریموت بشید و تو برنامه انیدسک که اروری دریافت میکنید تحت عنوان ارور لایسنس و ازتون میخواد که یه ثانیه مثلا حدود 20 ثانیه صبر کنید تا بتونید وصل بشید. خب تا اینجای کار مشکلی نیست، اما برای کسی که در طول روز یا در طول چند ساعت به طور مداوم به سیستم‌های مختلف ریموت میشه، این قضیه خورده اذیت کننده میشه و یا مثلا برای مسئول آیتی که توی مجموعه کار میکنه و میخواد به سیستم‌های مختلف ریموت بشه، این قضیه خورده اذیت کننده میشه. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا بهتون بگیم چطور این ارور رو برطرف کنید. خب وقتشه که بریم سراغ حل مشکل. ارور گفته شده به این صورته که در تصویر مشاهده میکنید. اینجا واسه من 999 ثانیه نشون میده، اما برای شما کمتره. برای حل این مشکل برنامه انیدسک رو کامل ببندید و کلیدهای وین به اضافه آر رو نگه دارید تا این صفحه براتون بیاد. و بعد دقیقاً همین متنی که در تصویر میبینید رو در باکس تایپ کنید و اوکی رو بزنید تا وارد پوشه جدید بشید. در این صفحه 3 فایل مشاهده می‌کنید. برای حل این مشکل دو فایل آخر service.conf و system.conf رو پاک می‌کنیم. بعدش برنامه رو باز می‌کنیم و می‌بینیم شمارنده کاملا از بین رفته و الان اگر به صورت تستی به یک سیستم ریموت شیم می‌بینیم خبری از ارور لایسنس نیست. مشکل ما کاملا حل شده و محدودیتی که ایجاد شده بود برطرف شده. اگر بعد پاک کردن اون دو فایل صفحه انیدسک به این صورت در حالت کانکتینگ و زرد رنگ قرار گرفت، اصلا جای نگرانی نیست. فقط کافیه روی این قسمت کلیک کنید و یک بار ریکانکت رو بزنید تا به سرورهای انیدسک وصل بشید، یا اینکه یک بار انیدسک رو ببندید و مجدد بازش کنید. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. لطفاً برای حمایت از من کانالمو سابسکرایب کنید.